در حالت مرگ هست. واقعا خیلی وضعیت اسفناک و وحشتناکی را سپری میکنه. سر و صورت احمد ولی هوتک را میبینید که چقدر بد آسیب دیده و بله فاینالی در نهایت به شفاخانه انتقال داده شد. سلام و درود دوستان عزیز، با مسابقه احمد ولی هوتک در مقابل حریف روسی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. احمد ولی هوتک با ریکارد 10 برد و 1 باخت در مقابل ولادیمیر اوسیپوف با ریکارد 13 برد و 13 باخت. معلومات هر دو فایتر را میبینیم. واقعا ریکارد عجیبی داره حریف احمد ولی هوتک. بریم سراغ راند اول این مسابقه. راند اول آغاز شد. در همون شروع هوکای چپ و راست از طرف احمد ولی هوتک، یک لوکیک به پای اوسیپوف، دوباره یک لوکیک دیگر، همچنان فشار از طرف اوسیپوف و پرکادای پی در پی از طرف هوتک. خیلی مسابقه طوفانی آغاز شد. یک لحظه هوکای چپ و راست دوباره از طرف هوتک، هوک چپ از طرف اوسیپوف، همچنان یک هوک چپ از اوسیپوف، دوباره هوکای چپ و راست از طرف احمد ولی هوتک به سر صورت اوسیپوف، یک های کیک که درست برخورد نکرد. آپرکات از طرف هوتک رفت برای تک داون کردن اوسیپوف. مسابقه را برد کنار قفس و بله تک داون از طرف هوتک در هاف گارد اوسیپوف. البته در ساید کانترول ضربات خیلی خوب به سر صورت اوسیپوف میکوبه. حالا در فول ماونت اوسیپوف خیلی از جای خوب هست. پانچای پی در پی از طرف هوتک در بک کنترل اوسیپوف رفت برای ساب میشن کردن اوسیپوف. ببینیم که ریر نک چوک بسته شد. فشار خیلی زیاد از طرف احمد ولی هوتک. ببینیم که موفق به تسلیم کردن اوسیپوف خواهد شد. همچنان تلاش داره که در این صحنه داور مسابقه را سر پا میکنه. در حین ساب میشن گرفتن هوتک مسابقه را سر پا کرد که اصلا قانون را زیر پا کرد، چون در حال ساب میشن کردن و تسلیم کردن حریف بود. دوباره مسابقه در ایستاده و پرکاتای خیلی خوب است. هوتک یک جب از طرف اوسیپوف خیلی بد به صورت هوتک نشست. دوباره یک جب دیگر، ضربات جب از اوسیپوف، بادی پانچ و هوک چپ از طرف هوتک. لوکیک به پای اوسیپوف کوبید. هوک چپ و راست دوباره از هوتک، هوکای چپ و راست از اوسیپوف. یک هوک چپ خیلی بد در این صحنه به صورت هوتک، البته به سر هوتک برخورد کرد. یک جب از طرف هوتک، دوباره هوک چپ، دو هوک چپ از طرف هوتک، هوکای چپ راست، یک زانو به شکم اوسیپوف رفت برای کلنج کردن. دوباره از او حالت جدا شد. دوباره هوکای چپ و راست از طرف هوتک، هوک چپ از طرف اوسیپوف. ضربات جب خیلی بد در این صحنه به صورت هوتک پرتاب میکنه. دوباره هوکای چپ و راست از طرف هر دو فایتر. جب از طرف اوسیپوف، یک جب از طرف هوتک، همچنان فشار از طرف اوسیپوف. هوکای چپ و راست به سر صورت هوتک پرتاب میکنه. مسابقه کنار قفس هست. هوک چپ از هوتک. حالا دوباره رفت برای تیک داون کردن اوسیپوف و تیک داون انجام شد در ساید کنترل، البته در هاف گارد اوسیپوف. همچنان تلاش داره که در یک موقعیت بهتر بیاد. رنجای خیلی بد از طرف اوسیپوف و پایان راند اول. راند اول خیلی نزدیک بود. سر صورت هوتک را میبینید که یک مقدار خونین شده. بریم برای راند دوم. هوکای چپ را در همون شروع از طرف هوتک به صورت اوسیپوف میکوبه. دوباره هوکای چپ و راست. خیلی مسابقه طوفانی پیش میره. هوکای چپ از هوتک، ضربات هوک چپ به سر صورت اوسیپوف پرتاب میکنه. های که از طرف هوتک، همچنان یک جب خیلی خوب دوباره به صورت اوسیپوف. یک جب دیگر. مسابقه در وسط قفس. هوکای چپ و راست و آپرکات از طرف هوتک. یک جب خیلی خوب در این صحنه از طرف اوسیپوف به صورت هوتک نشست. دوباره هوک چپ و راست، فشار از طرف اوسیپوف. هوکای چپ و راست به سر صورت هوتک میکوبه. همچنان فشار از طرف اوسیپوف. ببینیم که هوک چپ از طرف هوتک و یک هوک راست. دوباره هوک راست خیلی خوب به صورت اوسیپوف نشست. یک جب خیلی خوب از طرف هوتک، البته از اوسیپوف بیشتر به صورت هوتک نشست. هوک چپ خیلی خوب از طرف اوسیپوف به صورت هوتک پرتاب کرد. همچنان هوکای چپ و راست از طرف هر دو فایتر. احمد ولی هوتک زمین خورد، اوسیپوف هم زمین خورد، اما در نهایت احمد ولی هوتک مسابقه را تحت کنترل گرفت. آرنجای خیلی خوب به سر صورت اوسیپوف میکوب. آرنجای پی در پی، پانچای خیلی خوب از طرف هوتک، ضربات پی در پی به سر صورت اوسیپوف میکوبه. همچنان آرنجای خیلی خوب از هوتک مسابقه را تحت کنترل گرفته. تلاش داره که در یک موقعیت بهتر بیاد که دوباره داور مسابقه را سر پا میکنه. اصلا برای دومین بار هست قانون را زیر پا میکنه، چون احمد ولی هوتک روی زمین فعالیت داشت. ببینیم که در ایستاده دوباره هوکای چپ و راست از
هوتک به سر و صورت اوسیپوف میکوبه. همچنان ضربات جب از طرف اوسیپوف، یک جب دیگر و اقدام به تیک داون از طرف هوتک در هاف گارد اوسیپوف. یک پانچ خیلی خوب است. هوتک ضربات پی در پی به سر و صورت اوسیپوف میکوبه. همچنان در هاف گارد حریف که دوباره داور مسابقه را سر پا میکنه. مسابقه روی زمین هست و احمدولی هوتک فعالیت داره، اما داور مسابقه را سر پا میکنه. ببینید دوباره رفت برای تیک داون کردن اوسیپوف و مسابقه رفت کنار قفس. ببینیم که یک زانو از اوسیپوف سر صورت خونین احمدولی هوتک را میبینید. یک جب از طرف اوسیپوف، یک جب دیگر به صورت هوتک خیلی بد نشست. هوک چپ از طرف اوسیپوف، هوکای چپ و راست به سر صورت هوتک میکوبه. هوتک را کنار قفس گیر انداخته. همچنان هوک چپ از طرف اوسیپوف، هوکای چپ و راست به سر صورت هوتک پرتاب میکنه. هوکای چپ و راست از اوسیپوف، ضربات پی در پی که به سر صورت هوتک برخورد میکنه و حالا دوباره تیک داون از طرف هوتک. همچنان در ساید کنترل آرنجای خیلی خوب به سر صورت اوسیپوف میکوبه و پایان راند دوم. راند دوم هم خیلی طوفانی بود واقعا. سر صورت هوتک را میبینید. بریم برای راند سوم و فاینال راند. این هم از آغاز راند سوم. هوک چپ از طرف هوتک، هوک چپ دوباره به صورت اوسیپوف، هوکای چپ و راست از طرف هوتک. حالا هوکای چپ و راست از طرف هر دو فایتر. هوک چپ البته راست خیلی خوب به صورت اوسیپوف نشست. دوباره هوکای چپ و راست از هوتک، هوک چپ و راست. همچنان ضربات جب از طرف اوسیپوف، آپرکات، هوک چپ از هوتک، هوکای چپ و راست به سر صورت اوسیپوف پرتاب میکنه. هوکای چپ و راست از هوتک که اکثرا برخورد نمیکنه و در این صحنه فشار از طرف اوسیپوف، جب خیلی خوب به صورت هوتک نشست. دوباره اقدام به تیک داون از طرف هوتک. مسابقه رفت کنار قفس. ببینیم که موفق خواهد شد. آپرکات‌های پی در پی از طرف اوسیپوف. در این صحنه یک آپرکات خیلی خوب از طرف هوتک. دوباره مسابقه در وسط قفس و فشار از طرف اوسیپوف. جب خیلی پرقدرت به صورت هوتک. هوک چپ از طرف هوتک به صورت اوسیپوف نشست. هوکای چپ و راست از طرف اوسیپوف، هوک چپ خیلی خوب به صورت هوتک. بادی پانچ، یک هوک چپ و راست خیلی بد به سر صورت هوتک پرتاب میکنه. همچنان هوک چپ از طرف اوسیپوف. دوباره اقدام به تیک داون از طرف هوتک. ببینیم که تیک داون انجام شد. حالا در تلاش‌های اوسیپوف برای بلند شدن از زیر دستان هوتک، مسابقه را برد کنار قفس. پانچ‌های خیلی خوب از طرف هوتک در بک کنترل اوسیپوف قرار گرفت. تلاش برای سابمیشن از طرف هوتک. ببینیم که موفق نشد و دوباره اوسیپوف بلند شد. مسابقه کنار قفس هست. هوک چپ از طرف اوسیپوف، دوباره جب از اوسیپوف، هوکای چپ و راست به سر صورت هوتک میکوبه. مسابقه را برد کنار قفس. هوکای چپ و راست از طرف اوسیپوف. در این صحنه هوک چپ خیلی خوب از طرف هوتک. ضربات پی در پی از طرف اوسیپوف. دوباره خیلی سریع احمدولی هوتک کلنچ کرد. همچنان پایان راند سوم. واقعا یکی از وحشتناکترین مسابقاتی بود که با هم تماشا کردیم. ضربات وحشتناکی که احمدولی هوتک به سر صورت حریفش زد و همچنان ضرباتی که اوسیپوف به سر صورت هوتک زد، اما آسیب بیشتر احمدولی هوتک دید. همونطور که میبینید سر صورت هوتک بیشتر از حریفش آسیب دیده و بعد از 3 راند مبارزه با رأی متحد داوران احمدولی هوتک این مسابقه را پیروز شد. واقعا مسابقه فوق العاده وحشتناکی بود و احمدولی هوتک بعد از مسابقه به شفاخانه انتقال داده شد. مسابقات بیشتر از احمدولی هوتک در کانال هست. امیدوارم از تماشای این مسابقه هم لذت برده باشید. حتما نظریات خودتان را درباره این مسابقه هم در بخش کامنت با ما شریک سازید و جهت حمایت از ما ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی و مسابقات بعدی. خدا نگهدار.